عبدالقادر رستم خودش از دادگاه رودکی است، از نوسه های رودکی است، از پنجرو دست مرده، یعنی میراثبر همون نفر است، میراثبر استاد رودکی است. امروز خیلی که در زمانش رودکی را در آخر مثال عمرش گرفتند و کور کردند و به دهش روان کردند، چونکه او حرف حقیقت را گفت و حرف را گفت یا عمل را کرد که به زمامداری وقت معقول نشد. و امروز عبدالقادر رستم را هم عیناً همین کار را کردند. ما در این حالت ما میتوانیم گفت که عبدالقادر رستم واقعا وارث عبدالله رودکی برآمد. برای همین نظری من که اینجا یک هم جشن میگیرن هم محکم میکنن، سبب اساسیش همین که مقامات یعنی تمام راه رو، یعنی تمام عمل رو زیر کنترل خود میخواهد